أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اینک برادران و خواهران عزیز، ما درس خود را از کتاب نور الایضاح، کتابی که علامه شیخ الحسن بن عمار الشرون بولالی رحمه الله تصنیف و تألیف کردگی هستند که کتاب بسیار معتبر است. درس های فقه را ما با شما انشاءالله میخوانیم و استفاده میکنیم. الله در راه علم هر یکی ما و شما را با غیرت بگرداند. علمی که ما را به عمل میبرد، این خیلی علم ها، و عملی که به اخلاص میبرد، این خیلی عمل ها، و اخلاصی که ما و شما را به استقامت میبرد، این خیلی اخلاص، این خیلی علم، عمل و اخلاص برای ما و شما نصیب گرداند. اینک بحثی که ما آمدیم فی بیان احکام السؤر، در بیان حکمهای پس خورده باقی مانده. سؤر کلمه هست که یکی از نمود حیوانها، جاندارها، خواه انسان باشد، خواه حیوان باشد، خواه عاقل باشد، خواه غیر عاقل باشد، از آبی کمی نوشید و این آبی که باقی مانده هست سؤر نامیده می شوند. این پس خورده، پس مانده، آبی که باقی ماندگی هست. حکمهای این نمود آب را می خوانیم. سؤر یکی از قسمهای آب هست، یکی از قسمهای آب هست. و الماء القلیل، در اینجا در این عباره امام مؤلف اشارت میکند که سؤر پس خورده باقی مانده در خصوص آبی کم میگذرد. در آبی کم پس خورده گپ زده میشه. در آبی که آبی بحر است، آبی دریا هست، در این خصوص آبی که آبی کم نیست، از 10 درازهش 10 ذراع، برش 10 ذراع است. اگر از این آب کلان باشد، از این آب اگر حیوان ها نوشیدن یا که انسان ها نوشیدن، این آب را ما آبی پس خورده، باقی مانده، شماریده، نیم خورده نامیده نمیتوانیم. کدام وقت ما آب را پس خورده مینامیم؟ آبی که از 10 ذراع درازش، از 10 ذراع، حوضی که مثلا فکر کنید، بسینی که یا که جایی که آب جمع شده است، از 10 برش 10 ذراع است، درازش هم 10 ذراع است. از این مقدار اگر کم باشد، مقدار آب در این، اگر از این آبها اگر حیوان ها، انسان ها یا که نمود حیوان ها نوشیدند، این آب را آبی پس خورده مینامیم. و الماء القلیل، آبی کم، اذا شرب منه حیوان، اگر از این آبی کم حیوان، چیز جاندار، حیوان نوشید، یکون علی 4 اقسام، این نمود آبها به 4 تقسیم می شود. و یسمى سؤرا، این نمود آبها، آبی که کم است و حیوان ها از این چیز نوشیدند، این نمود آبها به 4 تقسیم می شود و این آب را سؤر، پس خورده، باقی مانده، نیم خورده نامیده می شود به زبان تاجیکی. الاول یکم قسم باشد طاهر، پاک است در حد ذات خود، آب پاک است. مطهر، پاک کننده است، غیرش را پاک میکند. غیر مکروه، لیکن مکروه نیست. این نمود آبها ما شرب منه آدمیون، آبی که از آن آبی کم آدم نوشیده است، خواه مسلمان باشد، خواه کافر، خواه مرد باشد، خواه زن، خواه کلان باشد، پیر باشد، خواه خرد باشد، فرقی ندارد. برای چی آبی که انسان نوشید ما این را پاک مینامیم؟ در حالتی که در دهان انسان نجاست، مثلا عرق خوردگی نباشد یا که چیزی افلاس، نجاست در دهانش نباشد. و این انسان اگر از آبی کم، از کاسه، از ستیل اگر آب نوشید، این آب سؤر است و پاک هست، نیم خورده هست، باقی مانده، پس خورده هست، پاک است و پاک کننده است. برای چی پس خورده، باقی مانده، نیم خورده انسان پاک هست؟ در آیه کریمه خداوند متعال میفرماید که استعذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدمان را، آدمزادگان را گرامی، قیمت بها کردیم. در نزد الله شرف انسان، خواه کافر، خواه مسلمان، قطع نظر از عقیده این، در نزد این الله انسان با قیمت ترین است. در درون مخلوقات، درون کائنات، مخلوقاتی هست که در نزد الله با گرام هست، قیمت بها هست. لیکن دنیایی که ما زندگانی میکنیم، سکولاریزمی که پیشروی، راهنمای تمامی اکثر دولت ها و انسان ها شده هست که اینها قیمت را به متاع میدهند، به مال و منصب و جای، به مادیات میدهند. لیکن در نزد الله از همه چیز قیمت بها انسان هست.
دلیل ما این است که از قرآن کریم ولقد کرمنا، البته و البته ما انسان ها را با گرامی با قیمت گردانده میگوید خداوند متعال. او فرسون، آبی که از آن آب اسب نوشید. او ما یؤکل لحمه، و حیوان هایی که گوشتش حلال است خورده می شود. و این نمود حیوان ها اگر از این آبی کم نوشیدند، این آب سؤر نیم خورده پس خورده باقی مانده، این آب پاک است در حد ذات خود و پاک کننده هست، یعنی که پاک کننده، طهارت گرفته میتواند، غسل کرده میتواند، خوراک کرده میتواند، نوشیده میتواند و لباس های خود را شسته میتواند و مکروه هم نیست این نمود آب ها. و ثانی دوم نموده این آبی که سؤری که نیم خورده که پس مانده که این را نامیده می شود نجسون، نجاست هست. لا یجوز استعماله، قطعا به یگان نمود استعمال کردن جایز نیست. یعنی که نمود استعمال نوشیدن، طهارت گرفتن، پاک کردن، تازه کردن و خوراک کردن، طهارت که غسل کردن، قطعا با این نمودی سؤر پس خورده نیم خورده جایز نیست. این نمودی آب کدام آب است؟ ما شرب منه الکلب، آبی که از آن آب سگ نوشیدگی هست. بدن سگ نجاست نیست. اگر در بدن سگ اگر نجاست حقیقی، نجاستی که ملموس است با رسیدن، اگر با چشم دیدن میفهمیم، اگر این نموده نجاست ها در بالای سگ نباشد، آبی که در بالای سگ، مثلا سگ در تحت باران راه گشت و نزد شما آمد، بدن خود را تکاند، حرکت کند و آبی که در بالای سگ به شما رسید، این آبی نجاست نیست، با اون لباس نماز خوانده میتوانید در هنگامی که بالای سگ اگر نجاست نباشد. اگر این حالت از خوک به طرف شما برسد، این آبی که در بالای خوک است، آب بارانی که در بالای خوک است به لباس شما رسید، با این لباس قطعا نماز خوانده نمیتوانید، برای اینکه تمام خوک نجاست است. پوست بدنی بالای سگ نجاست نیست، گوشت سگ نجاست است. او ما شرب منه الکلب، آبی که از آن سگ نوشیدگی است. او الخنزیر، آبی که از آبی کمی که آن خوک نوشیدگی هست. او شیء من سباع البهائم، یکی از نمود حیوان هایی که با دندان های خود شکار میکنند، میدرند. این نمود حیوان ها که اینها اکثرا دهان هایشان نجاست می شود، اکثرا آبی کم نوشیدن، این آب نجاست شمارده می شود، مثل کالفهد و الذئب، مثل گرگ، غال، روبه و پلنگ و شیر. این نمود حیوان ها اگر از آبی کم نوشیدن، آبی که باقی ماند، آن آب نجاست شمارده می شود و این آب را یگان خیل استعمال کرده نمیتوانید، کار فرموده نمیتوانید، طهارت گرفته نمیتوانید، غسل کرده نمیتوانید، با خوراک خود لباسهای خود را شسته نمیتوانید، هر چقدر شاید هم لباستون نجاست شمارده می شود. و ثالث سوم نبود سؤر، آبی پس خورده باقی مانده، مکروه استعماله، تنزیها مکروه است. در درس ما قبل ذکر کردم، اگر خطا نکنیم، مکروه به دو تقسیم می شود، تحریما مکروه، تنزیها مکروه. تحریما مکروه به حرام نزدیک است. اگر تحریما مکروه را کردید، بر مقابل این عقاب هست، گناه هست. تنزیها مکروه را اگر کردید، به سنت نزدیک است، انسان گناهکار نمی شود. مع وجود غیره، این نمود آب اگر دیگر نمود آب مطلق، آبی که پاک و پاک کننده و غیر مکروه اگر در نزد شما هست، با این آب اگر طهارت کردید یا غسل کردید یا که لباسهای خود را شستید، استعمال کردن این آب تنزیها مکروه شمارده می شود. این نمود آبها کدام آب هست؟ و هو، این نمود آبها سؤر الهرتی، آبی کمی که از آن آب پیشک، گربه نوشید، از این آب گربه نوشید و پیشک نوشید. و دجاجتی المخلات، و مرغی که المخلات به همه جا میگردد، نول خود را به تمام چیزهای پاک یا که نجاست یا که همه چیز میرساند، این نمود مرغ ها. و سباع الطیر، و پرنده هایی که میدرند، پرنده هایی که درنده هستند، این پرنده ها اگر از آبی کم نوشیدند، کالصقر و الشاهین و الحدأة، مثل عقاب و شاهین و حیوان هایی که با نول خود، با پنچه های خود میدرند. و سواکن البیوت، و حیوان هایی که مثل مار و موش، این نمود حیوان ها که سواکن البیوت در گرد اطراف خانه زندگانی میکنند، این نمود حیوان ها، کالفأرة مثل موش و الحیة مثل مار، لا العقرب، در این خصوص کژدم نمیدراید، برای اینکه آبی که اگر کژدم نوشید و باقی ماند تنزیها مکروه شماریده نمی شود. اصلا در بالا ما گفتیم که آبی که از آن آب سگ نوشید، آب نجاست است. در این خصوص اگر دلیل بیاریم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در
مسلم و مسند احمد بن حنبل روایت هست که طهور اناء احدكم اذا ولع فيه الكلب ان یغسله 7 مرات اولهن بالتراب. پاک کردن یکی از ستیل های شما در وقتی که سگ لیسید و دهنش را به اون ستیل رساند، پاک کردن ستیل با 7 بار است. یکم بارش را با خاک و 6 بارش را با آب باید. اولین بار با خاک پاک کنید ستیلتان را و 6 بار با آب باید شوید که تا اینکه ستیل شما، فقیر شما، ظرف شما پاک گردد. و در خصوص حرام بودن سؤری خوک باشد، آیت کریمه است که در قرآن کریم استعاذ بالله او لحم خنزیر فانه رجس، یا گوشت خوک حرام است، ناپاک است و پلید است و این خوک را تماما بدن خوک و تمام خوک ناپاک است و پلید است. در خصوص گربه باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا گوشت گربه پیشک حرام است. چیزی که گوشتش حرام باشد، نجس باشد، آب دهان این حیوان هم نجس می شود، عرقش هم نجس می شود. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انها لیست بنجس، گربه پیشک نجاست نیست. انها من الطوافین علیکم و الطوافات، برای اینکه گربه به منزل شما، به خانه شما زیاد رفت و آمد میکند. شاید خبر ندارید که گربه به خانه شما در آمدگی هست و چیزهای شما را خوردگی است، خبر ندارید. در این خصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که رفت و آمد میکند گربه. برای همین آبی کمی که گربه نوشید و این آب نجاست شمارده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه خیلی فرمودند. لیکن در زمانه ما در آمدن گربه ها، پیشک ها به خانه انسان ها قحین است. در زمان پیشتر خانه انسان ها زمیناکی بود، می در آمدند. لیکن در زمانهایی که از انسان ها زندگانی میکنند، در ایتش، در کوارتر، در کامنت ها زندگانی میکنند، در ویله ها زندگانی میکنند که در آمدن پیشک در این حالت مشکل است. لیکن احتمالش باقی هست و باقی بودن احتمال علت طاهر بودن گربه و پیشک حالا هم باقی هست. و رابع، چهارم نمودی پس خورده باقی مانده سؤر مشکوک فی طهوریتی، در خصوص پاک بودنش شک شبهه نیست، اختلاف نیست. لیکن در خصوص پاک کننده آیا دیگه غیرش را پاک میکند یا نمیکند، در این خصوص شک و شبهه هست. و هو این نمود آب سؤر البغلی، پس خورده باقی مانده نمخورده خچیر، و الحماری، پس خورده خر، فإن لم یجد غیره، اگر غیر از این آبی نمخورده سؤری که خر و خچیر نوشید و باقی ماند، اگر غیر از این آب دیگر آب یافته نتواند انسان، توضأ به، با آن آب طهارت میکند، و تیمم ثم صلی، بعد از طهارت تیمم میگیرد، بعد نماز میخواند. اگر طهارتش با آب درست نشود، با تیمم درست شده مورد می شود، در این حالت نمازش قبول می شود. اگر طهارتش با آب درست شد و با خاک درست نشد، در این حالت نمازش مقبول است. لیکن در این خصوص، در این نقطه، با آبی مشکوک طهارت گرفته بعد از طهارت تیمم گرفتن افضل تر است. اگر سوال بیاید که برای شما کدامش افضل است، اول تیمم گیرد یا که طهارت کند با این آبی مشکوک، در این خصوص علما گفتگی هستند که یکم طهارت گیرد، بعد تیمم کند، بعد از این نمازش را بگذارد. گفتگی هستند علما رحمهم الله. اینک آمدیم در خصوص فی التحری فی الاوان و الثياب. فی التحری، تحری کفت و کو کردن، بحث کردن در خصوص ستیل ها و لباس ها. لو اختلط اوان اکثرها طاهرون، مثلا یک چند فقیر ارالش شد. بعضی از فقیرها، اکثر فقیرها 3 فقیر پاک است، 2 فقیر ناپاک است، مثلا نجس است آبش. اکثرها طاهرون، 3 فقیر، 3 ستیل آبهایش پاک است، پاک کننده است، مکروه نیست. لیکن 2 فقیری که در آنجا هست، در برش، در نزدیکش نجس است. ارالش شدند اینها، یعنی ارالش شدند، یعنی در یک جا هستند. شما آمده دیدید که 5 فقیر همینجا هست، ستیل همینجا هست، 3 تاش پاک است، 2 تاش ناپاک هست. در این خصوص تحرى للوضوء و الشرب، در این حالت انسان گفتگو میکند، بحث میکند کدامش پاک است، کدامش ناپاک است. هم برای نوشیدن، هم برای طهارت تحری میکند انسان، گفتگو میکند، بحث میکند، اجتهاد میکند در این خصوص. و این کان اکثرها نجسا، اگر 3 فقیر نجاست باشد و 2 فقیر پاک باشد، در این خصوص لا يتحرى الا للشرب، در این حالت تنها و تنها برای نوشیدن، برای طهارت و غسل نه، تنها برای نوشیدن اجتهاد میکند، گفتگو میکند، بحث میکند انسان. اگر 4 فقیر دارید، 2 فقیر پاک است، 2 فقیر ناپاک هست، در این حالت مساوی هست. احتیاطاً انسان چیکار میکند؟ تیمم میگیرد در این خصوص.
اگر غیر از این آب دیگر آب یافته نتواند، احتیاطاً انسان با تیمم نمازش را میخواند. برای اینکه اکثر آب نجاست باشد، اقل در حکم اکثر تابع می شود. آبی کم، هر چقدر آبی کم پاک کننده باشد، اکثر را نگاه میکنیم، اکثر هر چقدر ناپاک باشد، کم هم به اکثر تابع می شود در این خصوص و آب را یا شما میریزید به تگ درخت به دیگر چیز و تیمم میگیرید. و فی الثياب المختلطه یتحرى، مثلا 5 لباس ارالش شدند، 3 تاش پاک، 2 تاش ناپاک، یا که 3 تاش ناپاک، 2 تاش پاک. در این خصوص هم انسان کافتگاه میکند، کدام لباس پاک است، کدام لباس پاک نیست، اجتهاد میکند تا اینکه لباس پاک را بیابد. سواء کان اکثرها طاهرا او نجسا، خواه زیادی لباس پاک باشد یا که زیادی لباس ناپاک باشد، در این خصوص برای پوشیدن چیکار میکند انسان؟ اجتهاد میکند، بحث میکند، مییابد تا اینکه یگان لباس پاک را بیابد، با آن لباس نماز خواند، عورت خود را روز کند. برای چی در دو حالت، در زیاد بودن پاکی، در زیاد بودن ناپاکی در خصوص لباس حکم یک است، تحری جایز است؟ برای اینکه عوض نیست که به جای لباس شود. اگر شما آب یافته نتوانید، وقتی که آب زائل شد، آب از شما دور شد، عوض هست به جای آب. با خاک شما تیمم گرفته نماز خوانده میتوانید. لیکن وقتی که لباس دور شد، دیگر چیز رو شما جای لباس عوض کرده نمیتوانید. فی تطهیر الآباری، در خصوص تازه کردن چاه. القدر المطلوب نزحه، تنزح البئر الصغیرة، چاه خرد تمام آبهایش با غلطیدن یک نقطه نجاست، با یک ذره پیشاب یا ذره خون، تمام چاه برآورده می شود، تمام آب چاه برآورده می شود. بوقوع نجاسة و ان قلت من غیر الارواث، با غلطیدن یک نجاست، یک ذره نجاست، تمام آبها برآورده می شود، غیر از نجاست های ارواث. ارواث به معنای کلمه ارواث و تاجیکی اخلاط ها، نمود اخلاط ها است. بعد از یک صفحه انشاءالله شرح میکنیم. که قطره دمی، با غلطیدن یک قطره خون تمام چاه باید برآورده شود، تمام آب چاه باید برآورده شود. او خمرین، با یک قطره شراب، عرق، تمام چاه آب چاه باید برآورده شود. و بوقوع خنزیر، با غلطیدن خوک تمام آب چاه باید برآورده شود. ولو خرج حیا ولم یصب فمه الماء، هر چقدر غلطید خوک و زنده برآمد و آب دهانش در آب چاه ارالش نشدگی باشد هم، در این حالت شما باید تمام آب چاه را از چاه برارید. و بموت کلب او شات او آدمی فیها، با مردن سگ یا که گوسفند یا که آدم، تمام آب چاه باید برآورده شود. و بانفتاح حیوان ولو صغیرا، با ورم کردن حیوان، غلطید حیوان به چاه و ورم کرد، هر چقدر حیوانی غلطیده کم معده باشد هم، برآوردن تمام آب این چاه کم فرض است. و ینزح 100 دلو لو لم یمکن نزحها، سوا اگر ما تمام آب را از چاه برآوردن نتوانیم، چقدر آب برآوردنمون فرض است؟ در این خصوص 200 ستیلی که در همون عرف، در همون قشلاق، در همون ناحیه عرفی که میانه هست معتبر است، با همون ستیل، با همون فقیر 200 ستیل باید آب برآورد انسان. و این مات فیها دجاجه، اگر در چاهی که آبش کم است مرغ وفات کرد، مرد، او هرت یا که گربه پیشک مرد، او نحوهما، مانند حجم همین مرغ و پیشک و خروز، مثلا قویان، همین حیوان ها اگر غلطیدند و مردند، لازم نزح 40 دلوا، 40 ستیل، 40 فقیر برآوردن آب از این چاه فرض است، واجب است. اگر 50 ستیل، 60 ستیل برآورد مستحب است. اگر زیادتر برآورد، اگر قلبش مطمئن نشود، زیادتر آب میبرآورد از چاه تا اینکه قلبش مطمئن شود. مقدار فرض لیکن 40 ستیل است. و این مات فیها فأرة، اگر در چاهی که آبش کم است موش مرد، او نحوها، مانند موش دیگر حیوان ها غلطید و مرد، لازم نزح 20 دلوا، 20 ستیل فقیر آب برآوردن از چاه لازم هست، لیکن قدر مستحب باشد 30 ستیل برآوردن مستحب است. و کان ذلك طاهرا للبئر، اگر همین مقدارهایی که ما گفتیم حاضر،
riayat kunad inson, pok meshavad. Chiho pok meshavad? Bo hamin barovardani miqdorهای این آب چاه پاک می شود و دلوی ستیل ها فقیر ها هم پاک می شود و ریشه‌ای و رسپانی که کشیدید ستیل رو بسید کشیده همون رسپان هم پاک می شود و ید المستسقی کسی که آب رو می کشد و انسانی که آب رو کشید دستهایش هم پاک می شود. همین اگر همین قدر مقدارها رو اگر برآورد در این حالت تمام این چیزها پاک شمرده می شود. ما لا ينجس البئر آن چیزهایی که چاه را نجاست نمیگرداند. ولا تنجس البئر چاه نجاست نمی شود با چی؟ بالبعری با اخلاط مدفوعی. بعر کلمه بعر عربی همین است که به معنای اخلاط گوسفند و شتر استعمال کرده می شود. اگر اینها غلطیدن به چاه آب چاه نجاست شمارده نمی شود. و روثی کلمه روث باشد به اخلاط اسب و خچیر و خر استعمال کرده می شود. اگر اخلاط های اینها غلطیدن آب چاه نجاست شمارده نمی شود. ول خسی باشد اخلاط گاو. این نمودی اخلاط ها اگر به چاه غلطیدن آب چاه نجاست شمارده نمی شود الا در دو حالت خارج. الا ان یستکثره الناظر کسی که به چاه آب چاه نگاه میکند اگر دید که این نمودی اخلاط ها بعر روث و خسی اگر این نمودهایشون زیاد به چشمش زیاد نمود در این حالت آب چاه نجاست شمارده می شود. یا که دویم حالت او ان لا یخلو دلو عن بعرتین اگر ستیل را فقیر را به چاه روان کرد آب کشید به هر یک کشیدن در حالت هر یک کشیدن ستیل اگر درون ستیل بعر این اخلاط ها مدفوع ها نجاست ها اگر بیاید آب چاه نجاست شمارده می شود. در این حالت تمام چیرا آب را یا میبرارد. اگر تمام آب را برآورده نتواند 200 ستیل 200 فقیر آب را میبرارد. مثلا بعضی چاه های می شود که آب در آنجا هر وقتی که آب گیرد دیگر آب میبراید آب نو میبراید. در این حالت شما نمیتوانید که آب را خالی کنید یا که یگان موتور را میبندید در آنجا تخمینا همین چاه همین قدر لیتر آب میگیرد. تخمین میکنید در یک ساعت موتوری که شما به آب پیوست کردید اگر کار کناندید در این حالت تمام آب چاه را در مدت یک ساعت میبرارد گفته تخمین کردید با ظن خود. در این حالت با موتور میتوانید که آب را از چاه برارید تمام آب را برارید. ولا یفسد الماء آب را ناپاک نمیگرداند بخرع حمام و عصفور با اخلاط های پرنده و گنجشک و موسیچه و اینها آب ناپاک نمیگردد. ولا بموت ما لا دم له فیه و نه با مردن حیوان هایی که در درون خود خون ندارند مثل کسمکی مثل ماهی. بعضی ماهی ها شما مثلا بریدید پیش از خوردن مثل خون یک چیز سرخ میبرد. این خون نیست. این را فقها خون نمیشمارند. خون باید چیزی باشد که جاری شود در تمام بدن. کسمکین مثل ماهی و ضفدع مثل قرباقه و حیوان الماء مثل حیوانهایی که در آب زندگانی میکنند و بق مثل پشه که کلان است میخیل و ذباب پشهایی که مگس هستند و زنبور آری هایی که اصلا نمیدهند آری های خیلی کلانتر و اقرب کژدم اگر اینها در آب مردند اینها تماما خون ندارند. با مردن اینها آب نجاست شمارده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود برای سلمان فارسی خطاب کرده گفته هستند که این حدیث شریف در بیهقی و دارقطنی مروی هست. یا سلمان و ای سلمان کل طعام و شراب هر خوراک و نوشاکی وقعت فیه دابتون اگر درون این خوراک درون این نوشاکی ها حیوان ها اگر غلطیدند و چخل حیوان ها لیس لها دمون حیوان هایی که در خود خون ندارند و در درون خوراک در درون نوشاکی اگر غلطیدند و خون ندارند این حیوان ها فماتت فیه و درون این خوراک درون آب مردند فهو حلال اکله خوردن این نمود طعام ها و شربه و نوشیدن این نمود آب ها و وضوءه و با این نمود آب ها طهارت گرفتن غسل کردن حلال است جایز است گفته هستند پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در دیگر حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته هستند که این حدیث هم در بخاری روایت است اذا وقع الذباب فی شراب اگر یک پشه در آب غلطید شراب احدکم در آب یکی از آبهایی که شما استعمال میکنید غلطید فلیغمسه ثم لینزعه
همون پشه را در آب بغتانید بعد برارید، نه غتاندن نه برارید، پشه را غتانید بعد برارید گفته که اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم. فإن فی احد جناحیه، برای اینکه در یکی از قنات‌های پشه داء و فی الاخر شفاء و فی الاخر شفاء، در یکی از قنات‌های پشه کسلی هست و در یکی از قنات‌های پشه شفا هست. ولا بوقوع آدمی، و با غلطیدن انسان ها آب نجاست نمیگردد. و ما یؤکل لحمه اذا خرج حیا، و آن چیزهای حیوانهایی که گوشتهایشان خوردن حلال هست و اینها غلطیدن و در حالتی که دهانهایشان بدنهایشان نجاست نیست و زنده برآمدن از این آب، از این چاه، این آبی چاه نجاست شمرده نمی شود. ولم یکن علی بدنه نجاستون، در حالتی که این بدن اینها نجاست نباشد میگوید. ولا بوقوع بغل و حمار، و با غلطیدن خچیر و خر و سباع طیرین و پرنده‌هایی که میدرند و وحشین و حیوانهایی که درنده هستند، فی الصحیح، در قول صحیح تر گفته هستند که نجاست شماریده نمی شود. و این وصل لعاب الواقع الى الماء اخذ حکمه، اگر آب دهانی حیوانها با آب رسید، آب همون حکم را میگیرد. این را چخیر میفهمیم؟ اگر آب دهانش نجاست باشد، آب نجاست میشود. اگر آب دهانش مشکوک باشد، آب مشکوک میشود. اگر آب دهانش طاهر مطهر باشد، آب طاهر مطهر میشود. اگر به چاه انسان غلطید و آب دهانش به چاه ریخت، اگر دهان انسان نجاست نباشد، عرق خوردگی نباشد و خون دارای خون نباشد، خون نریخته باشد از دهانش، در این حالت آب پاک است، پاک کننده هست، غیر مکروه است. و اگر آب دهان خر یا که خچیر به آب رسید، آب مشکوک شمارد، طاهر است لیکن در خصوص پاک کننده بودنش مشکوک شمارده می شود. آب دهان سگ اگر به آب رسید، در این حالت و آب نجاست. و وجود حیوان میت فی البئر ینجسها من یوم و لیلة، اگر شما مثلا به چاه رفتید، دیدید که در درون چاه یک نمود حیوان است و مردگی است. اگر نمازهای خودتان را و لباسهای خودتان را و چیزهای خودتان را در آنجا شستگی باشید و آن آب را استعمال کرده باشید، باید نمازی یک شبانه روز خود را اعاده کنید و چیزهایی که شستگی هستید باید چیکار کنید؟ تکرار شوید. اگر وقتی که شما ندانید، در وقتی که جهالت واقع باشد، اگر شما ندانید که کی این حیوان غلطیده است، اگر ندانید، در این خصوص یک شبانه روز نمازتان را اعاده میکنید، تکرار میخوانید و لباسهایی که در آنجا شستید تکرار میشوید. منفتخین، اگر دیدید که در آن چاه حیوان است، مردگی است و ورم کردگی است، تکه تکه شده است، در این حالت من ثلاثه ایام و لیالیها، نمازی که 3 شبانه روز خواندید اعاده میکنید، چیزهایی که 3 شبانه روز شستید اعاده میکنید. کدام وقت؟ این لم یعلم وقت وقوعه، در وقتی که شما ندانید کی غلطیدگی است، کی مردگی است، کی ورم کردگی است. اگر ندانید و آب این چاه را اگر استعمال کرده باشید، در این حالت شما اگر مرده باشد 1 شبانه روز نمازتان را اعاده میکنید، تکرار میخوانید. اگر ورم کردگی باشد، تکه شدگی باشد، 3 شبانه روز نمازتان را اعاده میکنید. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.